سلام. از داخل اینترنت از سایت هایی مثل سایت گربکد میتونید انواع اشکال و فایل های کد رو دریافت کنید یا اینکه خودتون در برنامه هایی مثل سالید ورک طراحی کنید و مدل سازی کنید. اینجا یک ملخ 4 پره رو دارید میبینید. من از سایت گربکد این فایل رو گرفتم. نسبتاً گام این ملخ زیاده، کما اینکه نگاه میکنید در قسمت ریشه پره زاویه نصب خیلی زیاده و همینطور که به سمت نوک پره میرسیم زاویه کاهش پیدا میکنه. اینجا زاویه نسبت به مرکز ملخ کمتره. خب در این جلسه من میخوام شبیه سازی جریان روی این ملخ رو بررسی کنم. یعنی زمانی که این ملخ میچرخه انتظار دارید که هوا رو از قسمت بالا مکش کنه و در قسمت پشت سر هوا رو در واقع به صورت یک جریان محوری پرتاب کنه به سمت عقب و میتونیم نیروی پیشرانی که ایجاد میکنه رو به دست بیاریم و خیلی جزئیات دیگه. خب در مرحله اول از اینجا من سیو از میزنم به صورت فایل ACIS، خروجی میگیرم .sat یا SAT تایید میکنم. بعد میام و ورکبنچ برنامه انسیس رو باز میکنم. از قسمت آنالیسیس سیستم قسمت فلوئنت یک بلاک رو درگ میکنم و روی میز کار قرار میدم و روی ژیومتری کلیک راست میکنم. دیزاین مدلر رو انتخاب میکنم. خب منتظر میمونم قسمت هندسی این بلاک که دیزاین مدلر هست باز بشه. فایل ACIS فایل .sati که خروجی گرفتم رو فراخوانی میکنم اینجا. البته اول باید فراخوانی میکردم بعد اینو باز میکردم. مجدد برنامه رو میبندم. کلیک راست میکنم رو ژیومتری، ایمپورت ژیومتری، براز. از دسکتاپ فایلی که خروجی گرفته بودم از سالید ورک رو باز میکنم. حالا کلیک راست مجددا دیزاین مدلر رو انتخاب میکنم. در این مرحله برخی از مسائل هندسی رو پیاده میکنم. بعد میرم توی قسمت بعدی. اینجا جنریت رو انتخاب میکنم. خب میبینید که اینجا هندسه ما وارد شد. ابتدا من میام اطراف این یه دامنه محاسباتی ایجاد میکنم از قسمت Create Primitives Cylinder. خب یه استوانه اینجا تعریف میکنم. میخوام محور استوانه یا به اصطلاح قاعده استوانه رو صفحه XZ قرار بگیره به این صورت. پس اینجا میام و به جای X فیگر پلین XZ رو انتخاب میکنم. تایید میکنم. اینجا شعاع استوانه رو مثلا فرض کنید اگه 1/10 بگذارم تایید کنم میبینید که استوانه کوچیک اینجا به صورت پیش فرض کشیده. خب این شعاع رو یه مقدار بیشتری در نظر میگیرم. مثلا فرض کنید یه چیز حدود مثلا 2 متر. در مرحله بعد بهش میگم که ارتفاع استوانه رو هم برای من در نظر بگیره مثلا 3 متر و چون از کف صفحه شروع میکنه به سمت بالا یه مقدار استوانه رو باید بیارم پایین. بهش میگم به اندازه منفی 2 متر جابجا کن. خب این رو تایید میکنم. نما رو از نو میارم. کلیک راست زوم. اینجا این رو میذارمش رو حالت وایر فریم.
ببینید چی جوریه. خب اون پره هست که در وسط قرار گرفته و این هم استوانه‌ای هستش که تعریف کردیم. به این صورت یه مقدار بهتره. حالا من اینجا ارتفاع استوانه رو یه ذره بیشتر میگیرم. برمیگردم روی سایلندر. ارتفاع استوانه رو به جای 3 متر در نظر میگیرم 4 متر تایید میکنم. یه مقدار هم بهتره که بیشتر جابجاش کنم، یعنی بیاد پایین تر. پس به جای منفی 2 متر منفی 3 متر رو انتخاب میکنم. مجدد جنریت رو میزنم، یه مقدار اومد پایین تر. خب این میشه در واقع مرحله دوم کار. خب در ادامه من میخوام که هندسه ملخ رو از هندسه استوانه کم کنم. حجم ملخ رو از حجم استوانه کم کنم. چون من میخوام جریان سیال رو روی ملخ ببینم. داخل ملخ برام فعلا اهمیتی نداره. حالا اگه بخوایم کارهای سازه‌ای انجام بدیم، دفلکشن ها، تغییر شکل های ملخ رو ببینیم، لازم هست که خود ملخ رو هم در واقع در مدل سازی و شبیه سازی لحاظ کنیم. از این قسمت بولین رو انتخاب میکنم. از قسمت آپریشن سابترکت یا تفاضل رو انتخاب میکنم. در قسمت تارگت بادی استوانه رو انتخاب میکنم و در قسمت تول بادی یا در واقع اون حجمایی که میخوان کاسته بشن میام و از این قسمت پارت 1 که در واقع همون ملخ بود رو انتخاب میکنم، تایید میکنم و جنریت رو میزنم. خب اینجا میبینید تبدیل شد به یک پارت. ما فقط یه دونه پارت داریم که استوانه‌ای هست که ملخ ازش کم شد. خب از طرف دیگه من میخوام کنترل داشته باشم رو شبکه جریان هوای پشت سر ملخ رو میخوام ریزتر مدل سازی کنم که پیچیدگی های جریان رو بهتر بشه در شبیه سازی به دست آورد. پس میام یه استوانه کوچیک اینجا در نظر میگیرم، یه استوانه با شعاع کمتر و بلند در نظر میگیرم و اونجا رو در واقع در پشت سر ملخ یک ناحیه کنترلی ایجاد میکنم. مجدد از این قسمت استوانه انتخاب میکنم. خب استوانه قبلی طولش بود 4 متر. این رو من در نظر میگیرم به شعاع مثلا فرض کنید 2 جهتش رو هم باید بگذارم در صفحه x z، قاعده در صفحه z x قرار میگیره. خب یه مقدار زوم کنم ببینم پشت پره رو قشنگ پوشش میده. نگاه کنین یه مقدار لبه های پره زده بیرون، پس من شعاع بیشتری در نظر میگیرم، مثلا 0.3 متر. خب حالا در ادامه لازم هست که این استوانه رو بیارم سمت پایین. اول ارتفاعش رو زیاد میکنم 4 متر، به اندازه 4 متر هم بهش میگم بیاد سمت پایین. خب یه مقدار از اینجا بیرون زده، میخوام برابر باشه، پس این احتمالاً باید بگذارم 3 متر. اینجا هم بذارم منفی 3 متر. خب الان درسته. قاعده ها رو هم قرار گرفتن. از پشت سر ملخ شروع شده، منتها چون تداخل داره بهتره یه مقدار این بیاد پایین تر. من یه مقدار ارتفاع کم میکنم، به جای 3 متر میگیرم، به جای 30 سانت یا 0.3 میگیرم 29 سانت مثلا. ببینیم چی جوری میشه. خب اینجا عدد رو این به جای 3 متر باید میگرفتم 2.9 متر. 2.9 متر. خب مجدد نگاه کنیم ببینیم چی جوری شده. خب الان شرایط بهتر شد. ملخ اینجاست، یه ذره پایین تر شروع میشه. خب این رو تایید میکنم. خب در ادامه ببینید الان نشونش نمیده چون ادغام شد و از بین رفت. یه کاری رو باید اینجا انجام میدادم. ببینید مجدد روی سیلند میزنم، از روی اد متریال میذارمش روی
در واقع میذارمش روی کات متریال. حالا جنریت کنیم ببینیم چی شد. انگار شد یک دونه بادی اینجا داریم، یه دونه استوانه هم که ازش کم شده، منتها خود اون استوانه رو هم من میخوام باقی بمونه. پس برمیگردم اینجا به جای کات متریال این رو بذاریم روی اسلایس متریال، ببینیم چجوری میشه. حالا نگاه کنید دو تا حجم داریم، یه حجم استوانه‌ای که ملخ ازش کم شده و یه استوانه داخلی هم ازش کم شده، یه حجم هم استوانه‌ای که از اصلی کم شده. بسیار عالی. خب حالا در ادامه میریم برای مرحله بعد. تا اینجا من پروژه رو سیو میکنم که اگر اتفاقی افتاد زمانمون هدر نرفته باشه. برمیگردم به میز کار، از قسمت شبکه کلیک راست ادیت. خب منتظر میمونم که انسیس مشین باز بشه تا بتونم اونجا روی اطراف ملخ شبیه سازی یا به اصطلاح ایجاد شبکه رو پیش ببریم. در مرحله اول میام و از قسمت جیومتری سالید اول، سالید دوم، یا در واقع حالا اینجا اسمش سالیده، این فقط یه اسم دامنه سیالاتیه. در واقع سالید دومی که استوانه وسط هست رو فعلا این رو ساپرس میکنم، ساپرس بادی، یعنی اون رو فعلا از تنظیمات میارم. حالا میام روی سالید اول جنریت مش میزنم با خود تنظیمات پیشورز برنامه انسیس و اینجا روند پیشروی رو داره نشون میده. منتظر میمونم تا شبکه ایجاد بشه. خب یه شبکه اینجا درست شده. بلکه جزئیاتش رو ببینیم من یک صفحه برشی ایجاد میکنم، نما رو میذارم روی حالت وایر فریم، اینجا زوم میکنم از این قسمت سکشن پلین، مثلا از این نقطه تا این نقطه. خب یه صفحه برشی ایجاد شد. نما رو دستکاری کنیم مجدد، برگردیم روی نمای شید. خب میبینید این شبکه هست. برای که عناصر رو به صورت برش خورده نبینید اینجا این گزینه رو انتخاب کنید، عناصر رو به شکل کامل بهتون نشون بده. زوم کنیم اینجا. خب میبینید بخشی از کار که برش خورده اینجا پرده هست و سلول های 4 وجهی تتراهدرال به وجود اومدن. ولی خب لایه مرزی نداره. من میخوام یک لایه مرزی هم اینجا ایجاد بشه. پس برمیگردم این نما رو فعلا تو حالت کامل قرار میدم. در روی مش کلیک راست میکنم، اینسرت اینفلیشن رو انتخاب میکنم. خب در فیلد اول حجم اصلی رو انتخاب میکنم. در فیلد دوم صفحات یا عناصری که لایه مرزی روی اونها قرار ایجاد بشه رو انتخاب میکنم. مود رو میذارم روی باکس سلکت، روی صفحه و انتخاب رو انجام میدم. خب نکنید صفحه زیر رو هم گرفت. من نمیخوام صفحه زیریم گرفته بشه. پس مجدد دوباره از اینجا میگیرم تا اینجا. فقط اجزاء ملخ انتخاب شدن. تایید میکنم که نوشته 20 تا فیس انتخاب شد. مابقی تنظیمات رو انجام میدم. به جای اسموث ترانزیشن میذارمش روی توتال تیکنس. تعداد لایه های مرزی رو از 5 تا میذارم مثلا روی 10 تا. گروس ریت حالا همون 1.2 مثلا باقی بمونه و با همین تنظیمات میریم جلو. خب البته اینجا یک گزینه باقی مون توتال تیکنس داره، میگه تیکنسمون چقدر باشه. خب من حدود مثلا فرض کنید 5 میلیمتر اگه بخوام بهش معرفی کنم، ممیز 205 چون واحدها در اس آی هست. 205 اینجا 5000 میشه 5 میلیمتر. اینو تایید میکنم و مجدد کلیک راست جنریت مش. خب منتظر میمونیم تا شبکه با تنظیمات جدید به وجود بیاد.
دوباره بررسی کنیم و بعد نهایتا بریم برای شبکه استوانه پشت سری ملخ. خب صفحه‌ای که ساختیم رو فعال کنیم، نگاه کنیم از نمای کناری. خب میبینید که الان یه لایه مرزی هم به وجود اومده. من بیشتر زوم کنم. اینها لایه مرزی هایی هستش که روی ملخ به وجود اومده. به این صورت. خب حالا اگه بخواید تعداد سلول ها بیشتر باشه، عناصر ریزتر باشه، هم میتونید از قسمت شبکه بیایید و در قسمت سایزینگ چندین تا پارامتر کنترلی داریم. مثلا فرض کنید در قسمت Capture Proximity این رو نزدیکی رو اجازه بدیم که لحاظ کنه. Curvature Normal Angle رو یا Curvature Minimum Size الان 3 میلیمتره، مثلا من اینو میذارمش 1 میلیمتر. تایید میکنم، یه خطا میگیره، میگه نباید این بزرگتر از عددی باشه که تعیین کردم، پس این رو هم میذارم 1 میلیمتر. خب زاویه کرویچر رو هم به جای 18 تا مثلا میذارم 10 تا. حالا اینا توضیحات فنی و جزئی زیاد داره، سر فرصت توضیح میدم. مجدد کلیک راست میکنم و جنریت مش رو انتخاب میکنم. منتظر میمونم با تنظیمات جدید ببینیم چه شبکه‌ای خواهیم داشت. خب انتظار داریم الان یه مقداری اندازه مثلث‌های شبکه‌ای که روی سطح پره‌های ملخ به وجود میاد، توقعمون این هستش که کوچکتر بشه، تعداد سلول ها بیشتر بشه. خب ممکنه طول بکشه، من فعلا ضبط رو پاز میکنم. مجدد روی شبکه. خب ببینید سلول ها خیلی، مخصوصا در لبه حمله ملخ، سلول ها خیلی ریزتر شد. به این صورت. خب بریم وارد مرحله بعدی بشیم. حالا سالید دوم رو برمیگردونیم به حالت آن ساپرس میکنیم که حضور داشته باشه. کلیک راست روش میکنیم و جنریت مش رو میزنیم. منتظر میمونیم شبکه اونجا هم ساخته بشه. خب حالا وضعیت شبکهش رو ببینیم. خب میبینید که یک شبکه با سازمان به وجود اومده اینجا. از طرفی شبکه زمانی که میرسه به سطوح انطباقی و اشتراک با حجم بعدی تطبیق نداره. یعنی مثلا ببینید اینجا این گره اینجا افتاده، این گره اینجا افتاده، گره ها رو هم نیستن، تطبیق نداره. برای که تطبیق داشته باشه ما میتونیم برگردیم به برنامه قبلی. من اینجا مجدد این قسمت رو بیارم، از قسمت اینجا برنامه دیزاین مدل روی این دوتا کنترل رو نگه دارم، هر دو رو انتخاب کنم، کلیک راست کنم، فرم نیو پارت اینو انتخاب کنم. خب پروژه رو سیو کنم، دوباره برمیگردم روی بحث شبکه. خب مجدد این حجم رو، حجم استوانه کوچکتر رو ساپرس بادی میکنم. از اینجا فایل ریفرش آل دیتا رو میزنم تا تنظیمات جدید اعمال بشه. خب مجدد میاییم و از قسمت شبکه اینجا رو دوباره جنریت مش میزنیم. منتظر میمونیم تا شبکه ایجاد بشه، باید مشابه قبل بشه. بعد میام و شبکه استوانه کوچکتر رو میسازم. این دفعه انتظار دارم که سلول های حجم بیرونی و سلول های استوانه داخلی در مرزهای مشترک مثل هم باشن، منطبق باشن. به خاطر در واقع اون عملیات انتخاب دوتا حجم و انتخاب فرم نیو پارت که انجام دادیم،
انتظار داریم که تمام دامنه محاسباتی رو به صورت یک تکه برنامه ببینه. خب ببینیم چی جوریه. خب این که شد همون مثل دفعه قبل با لای مرزی و جزئیاتی که براش لحاظ کرد. حالا میایم و قسمت دوم رو آنسا پرس میکنیم، کلیک راست میکنیم، جنریت مش میزنیم، ببینیم چه چیزی ایجاد میشه. این دفعه میایم رو شبکه. خب میبینید که این دفعه کاملا انطباق وجود داره. مثلا در این ناحیه زوم کنیم، ببینید این سلول دقیقاً روی سلول بعدی، یا اینجا این سلول با این سلول همه انطباق داره. به لحاظ محاسباتی اینجا دیگه درونیابی و برونیابی نمیشه توی مرزها، کاملا اطلاعات به راحتی بین دو تا ناحیه منتقل میشه. حالا اون عدم انطباق هم کاربردهای خاص خودشو داره که با سرفرصت اون رو هم توضیح میدم. خب حالا نکته دیگه که هستش، این وسط من نمیخوام المان ها بزرگ بشن، میخوام مثل همین کنار کوچیک بمونن. بنابراین میام از قسمت مش اینزرت سایزینگ رو میزنم و بادی وسط رو انتخاب میکنم. انتخاب بعدی، بله. و المنت سایز رو اینجا گفته 3/10، اینو مثلا میذارمش روی 1/10. روش های دیگه هم برای کنترلش وجود داره. حالا من این فعلا استفاده کردم. مجدد کلیک راست، جنریت مش، ببینیم این دفعه چه جوری میشه روی شبکه. خب باز هم عناصر در اونجا درشته. دوباره بیایم رو بادی سایزینگ، من این رو بردارم، زوم رو بیاریم عقب، بادی انتخابیمون درسته، بله. المنت سایز رو از روی این قسمت سافت قسمت فیچر سایز 1/10، این رو شاید بشه به شیوه دیگه هم کنترل کرد. بذارید من این رو مثلا بذارم 0.5، ببینیم چه صورت میشه. مجدد فعال کنم، زوم کنیم در این ناحیه. خب الان شرایط بهتر شد. ابعاد این سلول ها با سلول های وسطی تقریبا نزدیک به هم. یه مقدار دیگه باز من اینو کوچکترش کنم، به جای 5 میلیمتر بذارمش مثلا 2 میلیمتر. نه یادم رفت چی بود. مجدد بیایم. آره به جای اون عدد رو به جای 3/10 بذاریم 2/10. جنریت. خب مجدد ببینیم وضعیت به چه صورته. پس اون عدد رو من یادم رفته بود. اینجا به جای 2/10 بذارم 0.502. دوباره فکر میکنم عددش رو خیلی ریز گذاشتم، باید یه مقدار بزرگتر میذاشتم، خاطر همین طول کشید. به این صورت شده. خب الان با این شبکه در واقع ناحیه پشت پره که جریان پیچیدگی داره، اینجا سلول ها ریزتر هست و توقع اینه که بهتر مدل سازی بشه. در این نواحی که دورتر هست چندان نیاز نبود که سلول ها ریز باشه. خب حالا میریم برای مرحله بعد. این قسمت رو برمیداریم، میایم در قسمت جیامتری کلیک راست میکنم،
یه تعداد نیم سلکشن باید به وجود بیاریم. این موارد فعلی رو فعلا پاک میکنم، دیفالت های خودش رو. از این قسمت کلیک راست، از قسمت مدل insert name selection چند تای دیگه به وجود میاریم. خب اولی رو انتخاب میکنم، F2 رو میزنم، یه نام براش در نظر میگیرم، مثلا نام اینلت یا آب، اسمش رو میذارم آب، تایید میکنم. روی این فیلد صفحه رو انتخاب میکنم، صفحه بالایی تایید میکنم، میام دومی F2 رو میزنم، رینیم میشه، مثلا اسمش رو میذارم ساید، آپشنال اختیاریه، تایید میکنم. سطح جانبی رو انتخاب میکنم، میام سومی F2 رو میزنم، اسمش رو میذارم مثلا داون، تایید میکنم، میچرخونم تصویر رو. خب در اینجا اینو انتخاب میکنم و این رو تایید میکنم. دیگه چی باقی میمونه؟ خود پره‌های ملخ باقی میمونه، باید انجامش بدیم. رو حالت وایر فریم اینجا زوم میکنم، اینجا F2 اسمش رو میذارم پراپ مثلا، تایید میکنم. در اینجا گزینه مود رو باکس میذارم، تمام ملخ رو در بر بگیره، تایید میکنم. خب باقی میمونه خود حجم ها. زوم رو میاریم عقب، مورد آخر F2 اسمش رو میذارم مثلا ایر، هوا. در این قسمت مود رو میذارم رو سینگل سلکت، حجم رو انتخاب میکنم، کنترل رو نگه میدارم، انتخاب بعدی رو هم میگیرم که انگار هر دوتا هم استوانه اصلی و هم استوانه داخلی انتخاب شده باشن. تایید میکنم تو بادیز هر دوتا انتخاب شده و در بحث شرایط مرزی دیگه فعلا چیز خاصی مد نظر نیست، همین 5 تا المان کفایت میکنه. خب پروژه رو تا اینجا ذخیره میکنم، میریم وارد برنامه شبیه ساز فلوئنت میشیم. میز کار رو میارم، مش رو مجدد کلیک میکنم یا آپدیت میزنم تا اینجا تیک سبز رنگش به وجود بیاد، آماده باشه برای مراحل بعد. خب ستاپ رو انتخاب میکنم، ادیت رو میزنم. حالا تعداد هسته ها رو میتونید کم و زیاد کنید، من با 2 هسته اینجا برنامه رو اجرا میکنم. خب برنامه فلوئنت باز میشه. در اینجا تنظیمات جریان رو، تنظیمات شبیه سازی جریان من به برنامه معرفی میکنم و شبیه سازی رو انجام میدیم. خب در ابتدا اینجا در قسمت دیسپلی میخوایم وضعیت شبکه رو ببینیم. اینها رو غیر فعال میکنم، فقط پراپلر رو نگه میدارم، پره رو، فیس ها و ایج ها رو بهش میگم نشون بده. دیسپلی رو میزنم، اینجا زوم میکنم روی کار، میبینید که شبکه روی ملخ در قسمت هایی که هندسه انحنای بیشتری داره تعداد سلول های بیشتری، سلول ها ریزتر هستن، در قسمت های دیگه درشتر هستن. اینها رو در خود برنامه انسیس ماشین میتونید کنترل بیشتری داشته باشید، جای دیگه رو هم میتونید ریز کنید. این هم قسمت هاب ملخ هست به این صورت. خب این پنجره رو میبندم. از قسمت اسکیل یه نگاه بندازیم ببینیم ابعادی که میخوایم هست درسته، بر اساس متر، نیاز نیست بگیم سانتی متر یا میلیمتر تبدیل کنیم. خب از همین قسمت بالا این تنظیمات درسته. شاید به خودتون بگین اینو باید بذاریم روی ترانزیانت چون قراره بچرخه، ولی نه، اینجا یک تکنیک هوشمندانه برنامه فلوئنت استفاده کرده از مبانی سیالات. به جای اینکه پره رو بچرخونه، تمام چارچوب حل سیالاتی رو به صورت شتابدار دورانی حل میکنه.
دیگه نمیاد پره رو بچرخونه، گام زمانی لحاظ کنه که محاسبات سنگین بشه، طول بکشه. میاد در چارچوب نالخت، در چارچوب شتابدار، در چارچوب دورانی مسئله رو حل میکنه. خیلی صرفه‌جویی میشه در مدت زمان تحلیل. خب پس این تنظیمات همینی که هست درسته. از قسمت مدل توربولنس CSSCK اومگا، حالا من فعلا بحثی رو اینها ندارم، همین دیفالت خودش باشه. از قسمت متریال، قسمت فلوید، اگه دابل کلیک کنید میبینید که خود هوا انتخاب شده با این مشخصاتی که میشناسیم، 1.2 کیلوگرم بر متر مکعب. خب این هم پس نیازی به تغییرات نداره. از قسمت سل زون کاندیشن اگر بیاین، دامنه‌ای که حالا اسم شما گذاشتیم هوا یا هر اسم دیگه ای، این رو اینجا باید بهش معرفی کنیم که برو در چارچوب شتابدار مسئله رو حل کن. فریم موشن رو فعال میکنم. خب اینجا تعریف میکنم که چجوری میخواد بچرخه. نگاه کنید به تصویر، به دقت کنید. جهت ایگرگ، جهت وای، محور چرخش ما میشه جهت وای. پس من اینجا بردار یکه رو در جهت وای تنظیم کنم. حالا اگه جهت دیگه ای داشت هندسه شما، اون رو میتونید عوض کنید. خب از جهت مثبت وای، الان جهت وای به صورت برونسو به سمت ماست. اگه بهش نگاه کنیم، جهت مثبت ریاضی میشه پاد ساعت کرد. به خود ملخ هم نگاه کنید، از روی شکل ملخ مشخصه دیگه، لبه حمله باید جلوتر حرکت کنه. پس در واقع حرکت میشه پاد ساعت کرد یا مثبت. اگر میخواستم ساعت گرد باشه، باید اینجا جهت منفی ایگرگ رو انتخاب میکردم. سرعت دورانی رو اینجا بهش میدیم. محور دوران رو جهتشو مشخص کردیم. نقطه دوران، یا برای مشخص کردن در واقع محور دوران، شما یه جهت و یه نقطه معرفی کنید. خب چون در مبدأ بوده این درسته، جهتش رو هم معرفی کردیم. سرعت دوران رو میخوام معرفی کنم. حالا اینو فعلا اپلای میکنم، چون با واحد رادیان بر ثانیه مثلا نمیخواید کار کنید. از یونیت قسمت انگولار ولاسیتی RPM رو انتخاب میکنید یا revolutions per minute. خب اینو میبندم، مجدد برمیگردم به فریم موشن. اینجا شده revolution per minute. مثلا فرض کنید این با سرعت مثلا 10,000 دور بر دقیقه بخواد بچرخه، یا هر سرعت دیگه بسته به پروژه خودتون. اینها قابل تعریف و تنظیم. خب اینو میبندیم، میایم و در قسمت های بعدی، در قسمت شرایط مرزی، ببینید غیر از پراپلر که جنسش دیواره و سخت هست که وال هستش، درسته، مابقی رو باید تغییر بدیم. داون، ساید و آپ. کلیک راست میکنم، تایپ رو میذارم روی پرشر آوتلت. در واقع ما این ملخ رو در فضای آزاد مثلا گذاشتیم، داریم تست میکنیم. خب اینها رو دیگه تغییر میدم، میبندم. باندری کاندیشن رو دابل کلیک میکنم. از قسمت آپریتینگ کاندیشن فشار مبنا رو 0 میذارم. حالا یه سری توضیحات جزئی داره، بعدا ها در ویدیوهای دیگه توضیح میدم که این تنظیمات دقیقا هر کدوم چه کاری انجام میده. خب این که روشه دیگه فعلا بسته باشه. بیاییم سراغ تنظیمات. روش حل رو دست نمیزنیم، با دیفالت خودش فعلا باشه. در قسمت report definition کلیک راست میزنم، new force report. مثلا میخوام بهش بگم نیروی پیشران چقدره، یا فلاکس ریپورت. مثلا میخوام ببینم دوی جرمی یا دوی حجمی خروجی از اون صفحه پایینی مثلا چقدره. اینها قابل تعریف. مثلا فورس ریپورت رو من اینجا انتخاب میکنم، فورس رو انتخاب میکنم، میگم روی پراپلر در جهت ایگرگ مثبت. اینو دیگه صفرش میکنم. لازم نیست تو فایل رایت کنی برام، فقط تو هر مرحله بگو چقدر داخل پنجره برای من نمایش بده. پرینت تو کانسول هم عددش رو اینجا در قسمت کانسول برای ما بنویسه. حالا سایر تنظیمات رو دیگه فعلا توضیح نمیدم، اینو تایید میکنم. خب میایم از قسمت اینیشیالایزیشن، هایبرید اینیشیالایزیشن، استاندارد اینیشیالایزیشن. حالا فعلا من با هایبرید میرم، اینا رو باز توضیحاتش رو در آینده ممکنه فرصت بشه خدمتتون توضیح بدم. اینیشیالایز رو میزنم و منتظر میمونم که حدس اولیه میدان جریان توسط برنامه ارائه بشه. مثلا سرعت ها در شروع چیه، فشار چیه،
یه عکس اولیه از قرار اصلاح بشه. خب و میام برنامه رو شروع میکنم به از قسمت ران کلکیولیشن. منتها قبل از اینکه شروع کنیم به حل، مثلا من اینجا عدد زیادی رو مثلا 10,000 در واقع بیا 10,000 مرتبه حدس و خطا بزن یا الگوریتم حل و پیش ببر تا به جواب پایدار برسیم. تا اینجا من ذخیره رو انجام بدم. فایل، سیو پراجکت. خب به محض اینکه کلکیولیت رو بزنم، برنامه شروع میکنه به تحلیل و محاسبه. بسیار عالی. از این قسمت کلکیولیت رو به محضی که استارت کنیم، محاسبات آغاز میشه. این باید اونقدر جلو بره تا نیروی تراست این ملخ به مقدار ثابتی برسه. اونجا یعنی دیگه حل به جواب نهایی و پایدار خودش رسید. خب الان آقا این فورس رو داره اینجا نشون میده. خب عددش رو اینجا داره مینویسه، یه عدد نسبتا زیادیه، منفی 400 نیوتن، منفی 600 نیوتن. ما انتظار داریم نیرو به سمت ایگرگ مثبت باشه، چون جهت چرخش به گونه‌ای بود که نیرو سمت بالا تامین میشد. پس این عدد فعلا غلطه. حالا باید حل کنه تا به جواب درست برسه. ممکنه نیاز باشه چندین ساعت این تحلیل ادامه پیدا کنه. حالا مباحث استقلال از شبکه اینجا داریم، جزئیات زیاده. من فقط روند کلی کار رو خدمتتون توضیح دادم. بسته به پروژه هاتون جزئیات فراوانه. باید حل رو تر و خشک کنید، وسط حل نگهش دارید، یه سری چیزا رو تغییر بدید. بسته به پروژه جزئیات و فرآیندها خیلی مفصله. خب من برای که طول میکشه دیگه ضبط برنامه رو فعلا نگه میدارم تا زمانی که چندین ساعت دیگه به جواب که رسیدیم باز ادامه میدیم. بسیار خب، ببینید الان حدود 13,000 مرتبه تحلیل پیش رفته و 13,000 گام محاسباتی پیش رفتیم. نیروی پیشران داره نوسان میکنه حول و حوش 377 نیوتن یا حدود 37 کیلوگرم. برای یه همچین ملخی که 4 تا پره داره و گام بسیار زیادی داره و با 10,000 دور بر دقیقه داره میچرخه، عدد پرتی نیست. هرچند باید اعتبار سنجی هم صورت بگیره که باز در این رابطه با بحث ولیدیشن و وریفیکیشن در آینده باز سر فرصت ویدیوهای آموزشی رو خدمتتون میسازم و توضیح میدم. خب من تحلیل رو فعلا نگه میدارم در همین جا. ببینیم وضعیت کانتورها به چه صورته. پنجره ها رو ببندیم. بیایم از قسمت گرافیکس، کانتورز، مثلا اینجا کانتور اسکین فریکشن یا وال شیر استرس، تنش روی دیواره رو مثلا بر روی ملخ بیایم نشون بدیم، ببینیم چه شرایطی داره. زوم کنیم ببینیم چه جوریه تنش روی دیواره، یا مثلا فشار رو نمایش بدیم. خب همونجور که انتظار داریم فشار در قسمت های لبه حمله، در بالای لبه حمله فشار منفیه به صورت نسبی و در زیر مثبته، چون اینجا مکش داریم در سطح زیر
تراکم داریم. خب حالا بیایم و مثلا سرعت رو نشون بدیم در صفحه جانبی. خب میبینید که جت ملخ داره دیده میشه. اینجا هوا با سرعت از پشت ملخ به سمت پایین داره پرتاب میشه. یا هر چیز دیگه ای، مثلا بردارهای سرعت رو بیایم نمایش بدیم روی ملخ مثلا به این صورت. در بحث‌های پروسسینگ یا دیدن نتایج و تحلیل نتایج خیلی مفصل، بسته به شرایط باید پروژه محور بررسی بشه. اینجا صرفا من نتایج کلی رو دارم خدمتتون نشون میدم. بسیار عالی. امیدوارم براتون مفید بوده باشه این آموزش. برای تحلیل های توربین باد، تحلیل های پرفورمنس هواپیما، ملخ هواپیما، مباحث پرپالشن، حالا انواع موتورها، موتورهای توربوفن، توربوجت، موتورهای ملخی، گفتم مباحثی مثل توربین باد، توربو ماشین ها به صورت کلی، استفاده از این چارچوب دورانی یا دفلوئنت با نام های SRF و MRF، Single Rotating Frame یا Multiple Rotating Frame، خیلی کاربردیه. یا مثلا پره هلیکوپتر، پره دم هلیکوپتر، تداخل اینها هر کدومشون در یک زون مشخصی میچرخن. همه اینها قابل بررسیه و با این تکنیکی که تحلیل CFD در چارچوب نالخت هست، مسئله خیلی هزینه کمتری پیدا میکنه تحلیلش. حالا در آینده پروژه‌های بیشتری رو در این زمینه سر فرصت خدمتتون ارائه میکنم. امیدوارم که موفق باشین. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.